سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در یک شنبه بازار خمام. امروز یک شنبه 6 تیر ماه و ساعت حدود 10:30 صبح. شهر خمام در 15 کیلومتری شهر رشت و در مسیر رشت به انزلی قرار داره. جاهای دیدنی این شهر هم کم نیست، مثل آلاچیق‌های درختی و روستای جیرسر باقرخاله که ولاگ‌های اون رو قبلا در کانال قرار دادیم و لینکشون رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو گذاشتم. بازار هفتگی خمام در نزدیکی مرکز شهر برگزار میشه و به گفته بازاری ها شلوغی اون در عصرها بیشتره و به نسبت بازارهای شهرهای اطراف که قبلا ولاگشون رو هم براتون گرفتیم در مساحت کمتری برگزار میشه، ولی روستاییان و کاسبان محصولات خودشون رو به صورت تازه در این مکان عرضه میکنن. راستی اگر به بازارگردی در استان گیلان علاقه دارین، حتما پلیلیست بازارهای گیلان ما رو نگاه کنید. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. Padam jambidane, habis ganti kau kena.
گوجه کالو گوجه چه بودن یا کیا 30 تومن 40 تومن